محترم امروز مردمی که به کنید آمده در گاروزوی آمده برادرهای ما اینجا بنا نبند میکنه کسی مردم نبند میکنه خودکار نمیکنه اندوز خودم علمی همونطور شعوری قرآن یک امیدی داره این مردم نبند آمده خودی کنید آمده اساسا شایی نامه کنید کنه از تیفیز ایران دیگه مردم نبکنه و نبکنی کنه که دارای تبیدی ما تبیید کنه مردم از خیلی کنه و این نامه مردم به این آمده نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! حالا خواهی داریم نوراجان خواهی بکنیم که وزیری منظر کنیم بسم الله العزيز المستعان الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه وافضل كتابه واصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياه ولكن لا تشعرون الآية صدق الله العظيم وكذا عن براء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان مني وانا من قصه من احب الله فحب حسين او كما قال صلى الله عليه وسلم دوستان عزیز عزیزان خیلی گرامی در قدم نخست از همه عزیزان و بزرگواری که علمبردارها هستند و ذاکرین و دوستای عزیزی که در اینجا آمدن لحظات در پای صحبت کلام الله العظیم و احادیث نبی مکرم بشینند و لحظات استفاده بکنند و از فلسفه این عاشورا استفاده اعظمی ببرند تمنا میده که همگی در جای خود اصول داشتند و همگی بگی در بغلت کجا بگی؟ و همگی در دل خود درود به شان نبی معظم بگوید امشب شب خیر است امشب شب برکت است از یک جهت این شبی که گذشت شب عاشورا بود امشب که پیش روی ما شب 11 است 11 و همچنان شب جمعه است امشب شب است عید اهل جنت در جنت است و عید مسلمان ها در روی دنیا است دوستان عزیز امروز به یقین و باور کامل آن آیات اعظام و آیات الهی و تحقیق می‌رسد کدام آیات این آیاتی که ما تلاوت کردیم خداوند فرمود که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله کسانی که در عبادات و خیرات می‌رسند بالاخره شما اینا را نگویید که ملت‌ها همین کسانی که در ماحول ما هست در اینجا ما آستان جناب قدم گذاشته به باد پامن به ادبگاه اهل فقر خوابیده است شیر نیستان بوریا دوستان عزیز اینجا همه شیرها هست همین جایی که ما انتظار از یه داریم که صحبت بکنیم از دو شهدای که از اصحاب و یاران نبی مکرم هست اینجا محل ادب است بسیار بی‌باکی نکنید بی‌باب پامن به ادبگاه خوابیده است شیر نیستان بوریا دوستان عزیز ما می‌بینیم که بابا و نیاکان ما که گذشته بودند بت پرست بودند صحیح به مثال شاهد از طبیل ادب ما و این علم‌های مبارک شاهد و این
برج‌های ما را شاهدی و گواهی می‌دهند. شما یقین بکنید 3 سال پیشتر از این ساحه بیشتر از تصور ما در حدود 10 جفت از خودها را بیرون کردن و فریاد کردن. این ثبوت چی است؟ این ثبوت این است که بابا و نیاکان بتپرست بود. اینمی شهدای صالحین، همین تمیم انصار، همین جبیر انصار، همین حضرت شاید شمشیره بود که پدر و نیاکان ما و دین اسلام دعوت کرد و تعلیم داد که بگویید لا اله الا الله محمد رسول الله. الله الله دوستان عزیز، بیاین یک 5 دقیقه 10 دقیقه استفاده کنیم. من خود برای شما گفتم که اینجا آیات اعظام و ثبوت داشته. ثبوت اون آیاتی که خداوند گفت که ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات. کسانی که در راه خدا به شهادت برسند بدل اینا را شما نگویید که مردگان. این آیات میگن زمان نازل شد که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یار پیغمبر، یار دوم پیغمبر و همچنان رسول نبی مکرم صلی الله علیه و سلم، امینه که عادل بود، امینه که روزی از روزها از دور نگاه کرد، این مدر یک ازدهام بیش از حد بود. اون مرقب گران داشت. یک جمع از یاران حضرت عمر فاروق از دور نگاه کردن، گفتن که این شاید عمر داشت. گفتن که دلیل چیز بود که معلوم نیست قدر بلند و این قدر رسا قدر عمر شاید داشت. بنابراین میگه نزدیک شدن آمدن گفتن که عمر اتون سر اولیان نمی باشه چون امیر مسلمین است، خلیفه مسلمین است. وقتی نزدیک شدن دیدن که عمر خودش است و حضرت عمر فاروق رضی